میدونید مواردی داره اینا میگن تا صراحتاً میگن 2/3 جمعیت جهان اضافیه باید کم بشه. 2/3 جمعیت جهان باید بمیرن. بر همین مبنا اینا اصلا مثلا تو مرکز CDC امریکا اینا بیماری تولید میکنن، بیماری هایی که ژنتیکیه، یعنی روی ژن خاص اثر میذاره. شما فکر میکنید همین دوره‌ای که راه افتادن گفتن تو فرانسه جاسوسی از مردم صورت گرفته واسه 4 تا نمیشه نفهم احمق نمیدونه چی کار میکنه بدبخت بیچاره. اون طرف میخواستن داروهایی درست بکنن، بیماریهای درست بکنن که رو ژن ایرانی اثر بذاره بیشتر. چون از این طرف هم به خاطر رفت آمدایی که اصلا نمیتونن جلوی بیماری رو گرفته، خطرناکه دی، درسته؟ میگفتن یه بیماری باید بشه روی این اثر بذاره. اومدن یه طرحی رو انداختن که آقا تو فرانسه دارن یه کاری میکنن، مرکز مبارزه با سرطان زده شده. آب دهانتون ایرانیا با این چی میگم این گوش پاکونا، آره آب دهانتون میگی بریزید تو نایلون برای ما پست کنید. نه فقط برای شناسایی بانک ژنتیک مردم ایران بود. جعبه‌ای برای شما میاد با 4 تا گوش پاکن. اصلا میگیم ایرانی نه، آفریقایی. اینا رو کافیه بذارم گوشه لپشون، بذارم توی جعبه و بفرستم. میتونه ژن شما باشه یا ژن شما. ما به این ژن خودمون برای کمک به همدیگه احتیاج داریم. زمان داره میگذره، ثانیه‌ها دارن میگذرن، دقیقه‌ها دارن میگذرن. مثل شناسنامه یا اثر انگشت منحصر به فرد است اما محرمانه. هر فردی داره یک شناسنامه ژنتیکی است خاص خودش هم هست. دایه‌های ژنتیکی جمعیت شما رو به دست میاره. این نمونه میره توی آزمایشگاهی رمزگشایی میشه. حالا فکر کن از همه ایران 100,000 تا نمونه رفت توی آزمایشگاه خارجی کشور. خب چه دردی میخوره این؟ سکانسر رو با هم مقایسه میکنه، میگه که بین ژنوم ملت ایران و ملت‌های دیگه یا غربی، اروپایی، آمریکایی فلان این تفاوت‌ها وجود داره. هم کاربردهای تجاری و دفاعی داره، هم کاربردهای تهدید آسیب رسانی داره. هرچه باشد جمع‌آوری اطلاعات شخصی و محرمانه افراد، آن هم توسط مؤسسات بی‌نام و نشان، یک تخلف جدی است. من چجوری باید به شما اعتماد بکنم که حتما به این بیمارا کمک میشه از طرف من، با اینکه شما جای ثابت خاصی ندارید؟ برای رضای خدا میخواید کمک بکنید یا خیر؟ کمک کنم. الان آقا شما آقای محترم با کشف مارکرهای خاصی تو ژنوم ایرانیان میرن اینا تو این قسمت آسیب پذیرن. کشف نقطه ضعف ژنتیکی توی جمعیت میدونی یعنی چی؟ یعنی میتونن به اونجا آسیب بزنن. موضوعی که هم سلامت افراد جامعه و هم امنیت ملی کشور را با خطری جدی روبرو می‌کند. در کشور ما عرض شود که نژادهای متنوعی رو تقریبا 17-18 نژاد مختلف رو داریم که اگر کسی اطلاعات ژنتیکی اونها رو بیاد داشته باشه، مقایسه کنه با نژادها و جمعیت‌های کشورهای دیگه، تفاوت‌هاش رو به دست بیاره، بر اساس اون تفاوت‌ها اون وقت میتونه هر دستکاری یا کاری دیگه میخواد انجام بده که این نژاد بهش حساس باشه و بالعکس. ما اگر برای تحقیقات روی بیماری‌ها هست باید نمونه از بیماران سرطانی رو بگیریم، از بافت‌های سرطانی یا خونشون یا حتی از بزاقشون. اما اگر از جمعیت نرمال داره گرفته میشه این نمونه، باید سوال اینجا اول مطرح شه، از جمعیت نرمال چه چیزی رو میخوان پیدا کنن؟ سرقت ژنتیک این بار توسط یک کلیپ کلید خورد، طرحی که به احتمال بسیار زیاد متولی اصلی آن رژیم صهیونیستی است. این کار از نظر قوانین کشور ما و همه کشورهای کار قانونی نیست. بله، با این نمونه‌های کوچک از بزاق و ترشحات بدن به سادگی و با صرف هزینه‌های حداقلی امکان دستیابی به نقشه‌های ژنتیکی یک ملت برای دیگران فراهم می‌شود و در حقیقت ما با به اشتراک گذاری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی خود رمزهای حیاتی زندگیمان را بدون توجه به عواقب آن به دزدان این اطلاعات پیشکش می‌کنیم.